مگا پروژه هتل برج مسکونی باران 4 در زمستان 1402 با سرعتی مثال زدنی در حال پیشرفت بوده است. در این گزارش بخشی از فرآیندهای متعددی که پشت سر گذاشته شده را به استحضار شما مخاطبان محترم می‌رسانیم. این گزارش مصور گوشه‌هایی از تلاش بیوقفه مدیران و مهندسان شرکت آفتاب، فعالیت تیم‌های ساخت و ساز و کارگران سخت‌کوشی را نشان می‌دهد که دست به دست هم دادند تا خانه‌ای بیافرینند سرشار از امنیت، آرامش و رفاه. طی فصل زمستان 1402 پروژه برج مسکونی باران 4 بدون وقفه و در جبهه‌های کاری مختلف فعال بوده است. در این مدت 200 تن میلگرد، 100 تن قوطی، 90 تن گچ، 640 کیلومتر سیم و کابل، 8000 متر هبلکس، 1200 متر کناف و بیش از 20 تن سایر آهن‌آلات وارد پروژه شده است. به طور میانگین روزانه 315 نفر نیروی انسانی در پروژه مشغول به کار بودند و رکورد تعداد نیروی فعال روزانه به عدد 347 نفر رسیده است. در این مدت در سازه زون 2 شامل سقف‌ها، ستون‌ها و پل‌های ارتباطی بیش از 800 متر مکعب بتن‌ریزی صورت گرفته است. فرایند آماده سازی نمای ضلع شرقی و شمالی زون 2 نیز همچنان با سرعت در حال پیشرفت است و تاکنون در 11 طبقه دستک‌ها و در 3 طبقه یونیت‌ها نصب شدند. همچنین طی این مدت بیش از 90 تن آرماتور در سازه به کار رفته است. در زمستان سال جاری نیز فرایندهای صفرکاری و نازک‌کاری با سرعت مثال زدنی ادامه داشته است. 10,000 متر مربع دیوارچینی با بهره‌گیری از بلوک‌های سبک اتوکلاو شده یا هبلکس، 2400 متر مربع گچکاری و 1500 متر مربع کناف در پروژه اجرا شده است. همچنین در بخش تأسیسات مکانیکی و برقی عملیات لوله‌کشی مکانیکی به میزان 14 کیلومتر، کانالکشی به مقدار 1300 متر مربع، نصب سیم و کابل به متراژ 4 کیلومتر و در نهایت اجرای لوله PVC به متراژ 37 کیلومتر طی 3 ماه زمستان در برج باران 4 اجرا شده است. دقت، سرعت و ظرافت کاری که در اجرای تأسیسات این پروژه دیده می شود مورد توجه و تایید متخصصان و ناظران قرار گرفته است. اینجا هتل برج باران 4 است، بنایی که به زودی خدمات یک هتل 5 ستاره را به ساکنان خود ارائه خواهد داد.